کنسرت جدید غزال عنایت و تقلید صدا، چهره و حتی لباس پوشیدن از آریانا سعید و نقد شدید غزال عنایت از طرف مردم و علاقمندانش و اجرای آهنگ‌های تکراری در این کنسرت. ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. غزال عنایت، هنرمند محبوب، مشهور و ناماشنای افغانستان، شاگرد استاد نظیر خارا و کارهای هنری خود را در سال 2006 در افغانستان آغاز کرد، ولی آن زمان به شکل پنهانی با نظیر خارا آهنگ‌های دوگانه اجرا می‌کرد. غزال عنایت در کابل بانک کار می‌کرد و بعد از اینکه کابل بانک از هم ورشکست شد، غزال عنایت به کشور کانادا رفت با تمام خانواده‌اش. با آنکه غزال عنایت خانم اول رجارایش بود، ولی زمانی که به کانادا رسید رجارایش را طلاق داد و در آنجا مستقل شد. غزال عنایت کارهای هنری خود را از آن زمان آغاز کرد به شکل رسمی و چهره خود را هم به مردم نشان داد. غزال همیشه در تقلید از آریانا سعید و در رقابت با ملکه دلهای افغانستان است و همیشه و خواسته آهنگ‌های جدید مانند آریانا سعید نشر کند و کنسرت‌های شباهت زیادی به کنسرت‌های آریانا سعید دارد، ولی این زمان جایگاه هنری خاص مانند آریانا سعید در میان مردم افغانستان پیدا نکرده است. غزال عنایت در جدیدترین کنسرت خود مانند آریانا سعید خود را فیشن کرده است و آهنگ‌هایی که آریانا سعید همیشه می‌سراید در کنسرت‌هایش غزال عنایت هم سروده که مورد نقد و انتقاد شدیدی از علاقمندان و طرفدارانش قرار گرفته است، ولی به هر صورت ما علاقمند هر دوی این دو هنرمند هستیم. آرزوی موفقیت و سلامتی برایشان داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.